مرکز سالمگردانی بچگانی ناحیه که در یکی از مغزهای خشاب و هوای ناحیه‌مان جایگیر شده است، امروز به مسکن دوست‌داشتنی بچگانی ناحیه تبدیل یافته است. الکای بسته اولی استراحت در این مغزه جذاب به آخر می‌رسد و مرکز از هفته نو برای دیگر بچگان ناحیه آغوش خود را باز می‌کند. اینجا آیده آن شرایط‌هایی که برای بچگان ما فراهم آورده شده است حرف زدن نیست، چون که در این باره بارها گفتیم و نوشتیم. آیده آن سخن می‌گوییم که امروز فرزندان ما در این مرکز چگونه استراحت می‌کنند و چطور دم می‌گیرند. دیروز در این مرکز تدبیری متنطن برگزار گردید و در آن خود حاکم ناحیه اشتراک کرد. برآمد بچگان بسیار خوش و جذاب بود و از کیفیت آنها بر علا خواندن ممکن بود که استراحت چند روزه به آنها بسا خوشنودی و خوشبختی عطا کرده است. بنا به معلومات متصدیان این مرکز استراحتی، بهره وسیع کردن جهانبینی و خوش گذراندن وقتی خالگی بچگان، این گونه تدبیرها منتظم برگزار می‌گردند. حاکم ناحیه نیز در نوبت خود به بچگان استراحتی خوش تمنا کرد و به یک قسم بچگان فعال کتاب‌ها و ادبیات‌های نو تقدیم نمود. گذراندن این گونه تدبیرها در مرکز سالمگردانی بچگان ناحیه سوخمان، یعنی به حکم اندرام است. امروز تدبیری که ما امروز تهیه دیده بودیم، حاکم ناحیه سید بهرام سید موسیف تشریف فرمودند و به خوانندگان بهترین فراغتگاه همان کتاب‌های بدیع تحفه نمودند. شرایط‌هایی که امروز در فراغتگاه ما فراهم آورده شده است خیلی عجایب است. البته بچه‌های سوخ امروز خیلی خوشبختند. شکر نگفتن به این خیل وطن، شکر نگفتن به این خیل زمان، شکر نگفتن به این خیل شرایط، این البته کورنمکی باشه در کار. از نام تمام بچه‌هایی که در اینجا دم گرفتند، از نام پدر و مادرشون منتدار بیان میکنم که چنین شرایط فراهم آورده شده. الکای بسته اولی استراحت در این مرکز به پایان میرسد و از روز چهارشنبه یعنی 21 یونیو سال جاری بحث دوم استراحتی آغاز می‌یابد. آنهایی که برای استراحت در مرکز صاحب راه خط گشتند میتوانند باز چند روز دیگر در این مکان دوست‌داشته بچگان ناحیه استراحتی با فراغت کنند.